بالاخره تایید شد که دانیال تضاد خود مشکیه. دیشب بود که منیجرش اعلام کرد که دانیال تضاد خود مشکیه و داخل این ویدیو یه سری عکس و فیلم‌ها به دست من رسیده که قراره با شما به اشتراکش بذارم. بهتون پیشنهاد میکنم که اگه میخواید حواشی جنجالی مشکی رو از دست بدید با یه سری مدرک اختصاصی داخل این ویدیو، تا آخر این ویدیو بدون هیچ معطلی همراه من بمونید. سلام به بچه دوست داشتنی رپ تایم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من محمدم و اینجا استودیو رپ تایمه. ستونای گنگ یه چیز بگم پشماتون بریزه. اینقدر اینور اونور زدیم ما، گفتیم آره این نمیدونم مشکی نیست، این تتوی گردنش با اون یکی نیست، این صداش با اون یکی نیست. انقدر طرفدارای مشکی خودشونو گول زدن و حالا کسایی که بودن که دیشب خود منیجرش اومد آقا اعلام کرد این خود مشکیه. یعنی در این حد بهتون بگم، یعنی غیر مستقیم اعلام کرد این مشکیه. خب دانیال تضاده. و امروز هم میگم که یه سری حالا مدارک آوردم، قراره با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم چه خبر بوده. یه سری عکسای قدیمی واسهتون آوردم که ببینیم با این عکسی که پخش شده ازش ببینیم یکی بوده یا نه. البته خود مشکی خودمونم میدونیم، چون اگه غیر این بود خود مشکی میومد مثلا یه واکنشی نشون میداد، یه حرکتی میزد میگه آقا من نیستم. و از دیشب فکر کنم پریشب تا الان که من یه ویدیو منتشر کردم رو چنل که نشون دادیم چی بوده قضیه، منیجرش راسا هنوز هیچ پستی نزد. یعنی پست زده 10 تا پست زده با آشنا ریده، ولی تو یه پست نگفته مشکی اون نیست، مشکی دانیال تضاد نیست. البته دو تا حالت داره، یکی این که میخواد دارن طول میدن دیسپکر رو برای اینکه این حالا جوه را بیفته که بعد بیان تکذیب کنن که دانیال تضاد نیستن. ولی خب میگم امروز یه چیزای عجیبی هم واسهتون آوردم. مثلا خود دانیال تضاد اومده یه پیج زده میگه این منم، اون میگه من مشکی. مثلا یه چیز خر تو خر اتفاق افتاده. بچه‌ها فقط یادتون نره قبل اینکه شروع کنیم عکس‌ها رو با هم دیدن کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما فعال کنید. خب بچه‌ها اول از همه میرسیم به حالا این پوشه‌ای که عکس دانیال تضاد انقدر بهش گفتم به مشکی عادت کردم. این عکسای مشکی داخل این حالا عکسای مشکی داخل این پوشه است که اولیشو با هم دیگه می‌بینیم بچه‌ها. اولی ساده که دوستان من نمیدونم دانیال تضادم این پیج زدن رو به نام دانیال تضاد نمیشه. دوستان من دانیال تضادم، خیلی وقت رپ و فری استایل گذاشتم کنار چون می‌خواستم سوء تفاهم نشه. اما من دیشب قبل اینکه حتی ویدیو رو ضبط بکنیم خب توی این کانال تلگرام که واسهتون میاد داخل رو صفحه که میاد واسش لینکتون پیدا هم نکردید، حال نداشتید چیز کنید، یه رپ تایم به فارسی سرچ بزنید داخل چنل تلگرام، یعنی تلگرام برید قسمت سرچش بنویسید رپ تایم میاره بالا. البته اگه اونجا نرفتید تو کامنت ها پین شده رو صفحه میاد، پیشنهاد میاد، این رو میتونید ببینید. میگم این چنل ماست بچه‌ها. دیشب ما اعلام کردیم تو چنل که چی به چی بوده. یکم بیایید پایینتر خب قضیه میرسه به کجا؟ تقریبا این پست میرسه که خود دانیال تضاد، یعنی پیجی که به نام دانیال تضاد زدن. خب الان این عکسای دانیال بچه‌ها می‌بینی، یعنی دانیال تضاد پیجشه خب که اومده ادعا کرده گفته آقا من به زودی از آشنا شکایت میکنم برای پخش حالا هویت جعلی که انجام داده. خب بعد اینم ببین پیجی تو اینستاگرام نداشتم، فقط سریع این پیجو زدم که اطلاع رسانی بشه مشکلی پیش نیاد. این اوکی تا اینجا. اینم عکس بعدی هم که عکسای آشنا، ببین چهرهش خیلی شبیه، یعنی اون فری استایلی که من ازش میدم چشمش بهمون بود خود همین. اینجا البته تتو نداره ولی توی فکر کنم این برای گردنش تتو اگه اشتباه نکنم. ولی بچا حالا شاتی که موجوده خب الان من واسهتون اینم بزنم نگاه کنیم با هم. شاتی که حالا اومده بیرون میگه که این دانیال تضاده که پیجو زده، حالا نمیدونم خود مشکی باشه یا نه، ولی اون کسی که این پیجو زده و اینم بچه‌ها دقیقاً همون شاتیه که بهتون گفتم که اینجا می‌بینید نو کالر آیدی زده، یعنی که شماره که حالا اطلاعات باش زنگ میزنه و خلاصه نمیتونید شماره طرف رو ببینید. اینم اینجا زده که چند باری اطلاعات با من تماس گرفته ولی خب جوابشو ندادم، میترسن خودم عکس و فیلم داخل پیجم بذارم. و اینجام که میبینید کاربرا تقاضا دادن بهش که میگه تو یه ویدیو از خودت بذار که ما باور کنیم دانیال تضادی. و بچه‌ها بعد اینکه این پست اومد بیرون سریع بلافاصله راسا اومد یه پستی زد. خب پست راسا رو الان با هم دیگه میخونیم که چی زده. نوشته که آقا نمیخواد شما بیاد این حرکت‌ها رو بزنید، ما خودمون میدونیم چی به چی شده. خب الکی پیج فیک نزنین برای مشکی بگین من فلانی ام. از این حرفا لازم نیست دلسوزی بیجا بکنین. این چنل خود راساست که داخل چنل تلگراممون هم گذاشتیم. اینم که جوابی که از حالا یکی از کاربرا اومده واسه مشکی فکر کنم واسه راسا فرستاده که شات فرستاده، نوشته به مشکی بگید با هر سنی، با هر اسمی، با هر چهره‌ای عزیز دل ماست و براش حاضریم جون بدیم. فکر کنم این دخترم نمیدونم چرا قیافه‌اش شبیه دختری 12 13 ساله است. نوشته که براش حاضریم جون بدیم، ان شاءالله این شغالا
بمیرن چون در حدش نیستن، لطفا بهش برسونین که ما پشتشیم. خب بعد که اینو زد، خب بعد ببین دقت کنید بچه‌ها به این شات داره یه چیزی رو به شما میگه، نمیشه که به مشکی بگید با هر سنی، با هر اسمی، با هر چهره‌ای. خب بعد اینو راستا اومده تو چنلش زده، یعنی که آقا این مشکی خود همین دانیال تضاد دیگه، یعنی تکذیب نکرده. بالاتر هم اگه بریم میبینیم که چقدر هشتگ مخبر زده. ببین مخبر ببین این هشتگ هایی که زده، یعنی که مثلا آقا آشنا اومده هویت مشکی رو حالا فاش کرده و چون مشکی سیاسی میخونده اینجا راستا داره بهش میگه مخبر. میبینی یعنی با هم دیگه میخونیم. نوشته که 2 دقیقه رپ میکردی حداقل، صرفا داشتم انجام وظیفه میشینم. منظورش از انجام وظیفه میدونید چیه؟ میگه که صرفا داشتم این میشینم که داری یه نفر که سیاسی خونده رو داری لو میدی، داشت انگار انجام وظیفه میکردی. خب پایینترش نوشته مخبر دوزاری مشکیو که راه انداختم رفت تو غار کاراتو بکنه. منظورش اینه که حالا بیتینا واسش فرستاده که داره مینویسه که دیسپکو بده. خب اینجا نوشته 8 دقیقه داشتم انجام وظیفتو میشیدم، خب یا دروغاتو. بعد اینجا میاد پایینترش نوشته که الکی پیج فکر نزنین برای مشکی، بگین من فلانی ام، از این حرفا لازم نیست دلسوزی بیجا بکنید. حاجی کامنت ها رو که میخونم پشمام میریزه. ما بی بک بازی رو بی هیچ بردیم، منظورش بدون اینکه دیسپک آشنا رو بدن بازی رو بی هیچ بردن. چرا؟ نوشته اینجا نوشته وای به حال چیزی که مشکی برام فرستاد الله. خب یعنی فکر کنم نمیدونم، حس میکنم اینقدر دارن طول میدن سر اینه که مشکی هم میخواد یه سری مدارک از آشنا رو بکنه، چون این بیف واقعا خیلی به نظرم بیف کثیفی میتونه باشه، اصلا از دور معلومه چه بیف تخمیه. نوشته میترسم از روزی که ترک لاف بدی زیر پستات هشتگ بزنن حتی فنات مخبر. خب بعد منظورش از ترک لاف، خب 2 تا دیس ترک اومد بیرون دیگه. یه دونه ترک لاف بود از مشکی اومد بیرون، یعنی دیس مشکی اومد. یه دونه اول که اومد مدارک رو که یه دونه لاف داد واسه، یعنی واسه مثل دوست انگار واسه دوست دختر چجوری آهنگ میخونی میگی دوست دارم این زمین داستانا، اینو اومد در قالب مسخره بازی واسه مشکی خوند آشنا. و برمیگردیم به عکساش بچه‌ها، عکسایی که از دانیال تضاد پخش شده رو با هم دیگه ببینیم. الان رو صفحه همه چی شما دارید میبینید. خب این دقیقاً بچه‌ها عکسایی که از دانیال چی پخش شده. یه شاتی هم بچه‌ها چند روز پیش فکر کنم حدود 1 روز یا 2 روز دقیقاً بعد اینکه ویدیو اول من پخش کردم بود که یکی از کاربرامون داخل کامنت ها واسم فرستاد. خب که نشون میده با حالا مشکی یا حالا اون راسا چت کرده، نوشته که کی دیس به آشنا میاد ستونم. بعد طرفم نمیدونم که چون بالاش نره، احتمال داره شات فیک هم باشه، من میدونم واقعا خودم نیستم، خودم نرفتم شخصا بپرسم که بتونم بگم آره 100% همینه، ولی حالا یکی از بچه‌ها پرسیده نوشته که کی دیس مشکی به آشنا میاد ستونم. نوشته خیلی زود، فداتون بچسبید به کارا، دمتون گرم. پایینم که نوشته چشمی، ولی احتمال زیادی میره راستا باشه، خود مشکی نباشه 100%. و حالا بریم سراغ شاتایی که از دانیال تضاد یا همون مشکی پخش شده. البته بچه الان واقعا بعضی‌ها تو کامنت ها دیدم دیروز میگفتن تو داری بدتر پخش می‌کنی بیان بگیرنش، یعنی حالا آشنای 15 ساله اومده اینا رو پخش کرده دیگه، می‌خواستن بگیرنش تا الان می‌گرفتن 100%. این نبوده که مثلا رپر 14 15 ساله بیاد عکسای اینو پخش کنه بعد برن بگیرنش دیگه. کسی که عکس‌ها و فیلماش تو اینترنت بوده با یه سرچ ساده اومد بالا 100% یه کار میلگه. اینم بچه‌ها فیسشه، فیس همون دانیال تضاده که می‌بینید. البته اینا رو بچه‌ها گذاشتن همه جا، من واسه اولین بار نیست دارم پخش میکنم واقعا. من همیشه هم تو ویدیوام با مشکی حال کردم، تو دیسپکاشم برید ببینید قبلا، یعنی بالا پیشنهاد میاد تک تک ویدیوهایی که واسش رفتم و برید ببینید. شات بعدی از دانیال تضاد که میبینید اینه. ببین حالا اگه خواست الان با هم دیگه بعد از اینکه شات رو دیدیم میریم یکی دو تا فری استایل میبینیم که خودتون قضاوت بکنید. خب یه سری موزیکام هست که اونو داخل چنل تلگرام واسهتون گذاشتم که میتونید به صورت فایل دریافتش بکنید. لینک کانالم بچه‌ها تو کامنت ها پین کردم، رو صفحه میاد و اگه اینجوری هم نتونستید برید سرچ کنید رپ تایم و واسهتون میاد بالا، برید چی اوکی کنید. و اینم فکر کنم ویدیو باشه. این ویدیو رو بریم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. چرا من کیم؟ بگو بهم چرا خیس میشه گونم؟ چرا هر روز داره پیر میشه صورت؟ سیخ شه به جونم همه غم و غصه ها، وید میشه خونم سر همه مشکلا، همه بشکه ها واسه بچه خوشگلا. خوابیدیم رو کف مشکلات، خیابون یعنی قانون، یعنی پر از آدمای بی‌ناموس، یعنی پر مادر یه سیگار روز خونه کیک و بوس کیانوش. خلاصه بچه‌ها اینم یه سری مدرک و حالا داستانایی بود که واسه دانیال اومد بیرون. خب تا الان هم فعلا نه جوابی هم مشکی اومده نه چیزی، فقط راستاست که تو چنل تلگرامش داره به همه این موضوعات جواب میده. اگه چنلشو میخوای و میخوای از حواشی حالا لحظه‌ای با خبر بشی، چون
مثلا معمولا من نمیتونم هر لحظه ویدیو بسازم و ویدیو رو مثلا خبرها رو جمع میکنم، وقتی مثلا خبرها زیاد شد میام ویدیوش میکنم. اگه میخواد لحظه ای یعنی خبرها حالا بفهمید چی شده با خبر بشید، فقط میتونید چنل تلگرام عضو بشید، اونجا لحظه ای خبرها رو بچه‌ها پوشش میدن. لینکش هم گفتم کجا واسهتون گذاشتم تو کامنت ها. بازم نظرتون رو بنویسید. فعلا هیچ بکی از طرف مشکی نیومده، منتظر بکشیم تا ببینیم واقعا شرایط چی بوده. البته بک نیومده، ما فعلا میگیم که هنوز من واقعا انتظار دارم بعد از اینکه 2 روز گذشته بک اومده، خب انتظار اینو دارم که یهو مثلا مشکی بیاد فیسشو بکنه یه دیس قوی ببنده، چون فیسش لو رفته دیگه، بکنه به نظرم خیلی باحال‌تر میتونه باشه و امیدوارم که واسش مشکلی هم پیش نیاد. آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. 2 تا ویدیو این تهمیات، 2 تاشم مربوط به مشکی، یکیش که دیروز ضبط کردم، یکیش هم واسه هفته پیشه. دمتون گرم، دوستتون دارم زیاد، با امید دیدار.